یک شخص در بنی اسرائیل 99 آدم را قتل کرده بود. یک عبادتگزار را پرسید: من 99 آدم را قتل کرده ام، اگر توبه کنم الله مرا می بخشد؟ این عبادتگزار گفت: نه، نمی بخشد. این را هم قتل کرد، 100 آدم شد. پس از آن یک عالم را پرسید: من 100 آدم را کشته ام، توبه کنم الله مرا می بخشد؟ گفت: البته می بخشد، ولی شرط این است که توبه از صدق دل باشد و این شهری که تو زندگی میکنی شهر انسانهای بد است. برو از اینجا دورتر، شهر انسانهای نیک است، در آنجا زندگی کن. این شخص گفت: اگر توبه ام قبول شود من برای هر کار آماده هستم. این شخص سفر کرد طرف آن شهری که این عالم گفته بود، ولی در راه ملک الموت آمد، روح این شخص را قبض کرد و به مجرد که در زمین افتید دستهایش را دراز کرد طرف شهر انسانهای نیک. الله مهربان 2 فرشته را روان کرد، یکی از آنها فرشته جنت بود و یکیش از دوزخ. هنگامی که رسیدند فرشته دوزخ گفت: این گناهگار است، من این را دوزخ میبرم. و فرشته جنت گفت: این مهمان ما است. فرشته دوزخ گفت: این شخص توبه نکرده است، من باید این را به دوزخ برم. فرشته جنت گفت: توبه اش قبول است، از خانه اش برآمده است، به این خاطر من این را میبرم. فرشته دوزخ گفت: حالا در آن شهری که میخواست توبه کند و اصلاح شود نرسیده بود، گناهگار است. فرشته جنت گفت: رسیدن شرط نیست، نیت شرط است. در همین حال الله جل جلاله فرشته سیوم را روان کرد: برو در بین آنها فیصله کن، چطور باید این مسئله را حل کنند. این فرشته آمد و گفت: ببینید مسافه را و چین کنید، به اصلاح امروزه متر کنید. اگر به شهر انسانهای نیک نزدیک باشد فرشته جنت ببرد این را، و اگر به شهری که خانه اش بود نزدیک باشد فرشته دوزخ ببرد این را. علماهای دین می گویند حقیقت حال این بود که این شخص به خانه خودش نزدیک و از آن شهری که میخواست رود دور بود، ولی هنگامی که فرشته ها شروع کردند به حساب و کتاب این مسافه، الله بخشنده و مهربان امر کرد طرف زمینی که خانه اش بود دور شو، و زمینی که طرف شهر انسانهای نیک بود امر کرد تو پیش بیا، نزدیک شو. وقتی که این فرشته ها حساب و کتاب کردند دیدند که طرف شهری که این شخص با نیت توبه می رفت نزدیک است و جایی که خانه اش بود دور. الله مهربان گفت: این مهمان ما است، ببرید این را جنت. سبحان الله. برادران عزیز، باید ما در توبه کردن هیچ وقت دیری نکنیم. مفهوم حدیث است که الله جل جلاله می فرماید اگر گناهان شما اینقدر زیاد شود که زمین پر شود و در آسمان برسند، یک بار از صدق دل بگو یا الله مرا ببخش. الله مهربان می فرماید غفرت لك ولا ابالی، همه گناهانت را می بخشم و پروایی ندارم. علماهای دین اسلام می گویند اگر ما نظر اندازی کنیم به قرآن و حدیث مطابق به همه آیت های قرآن و احادیث، خلاصه همین بر می آید که الله مهربان بندگانش را دوست می دارد و می خواهد که بندگانش داخل جنت شوند. الله مهربان همه ما و شما را توفیق دهد که به این گفته ها و شنیده ها عمل کنیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.